خب بریم که یه حلقه طنابی خیلی بامزه با هم دیگه رسم کنیم. اول از همه میایم یه دونه رینگ ریل انتخاب میکنیم توی منوی سایز ها. حالا هر سایزی مد نظرتون باشه. بر من 57 هستش. مثلث کنارش رو میزنم، یه رینگ با سایز 57 به من میده. میام از نمای ساید ویو توی در واقع منوی کرو هام طبقه اول یه دایره رو رسم میکنم. حالا قطرش دلخواه، هر مقداری که میتونه باشه و این دایره رو مقداری از مرکز مختصات میبرم بالاتر. میام توی منوی ترانسفورم آیکون ارری پولار رو انتخاب میکنم. از من سنتر میخواد، نقطه 0 رو بهش معرفی میکنم. تعداد میخواد، من تعداد 4 رو براش تایپ میکنم و اینتر رو میزنم و در واقع به هم این شکل رو میده. حالا میام در واقع کل شکلم رو انتخاب میکنم، تریمم رو بر میدارم و این قسمت های مشترک بین شکل ها رو از بین میبرم تا بتونم با هم دیگه جوینشون کنم. از بین که رفت جوین رو میزنم و در واقع این خطوط یک پارچه میشه. حالا کافیه که بیام و اسنپ هامو روشن بکنم. اسنپ سنتر و کوادم رو روشن میکنم. پروجکت و پلنرتون اگر روشن نیست روشن کنید، چون در واقع باعث میشه که روی صفحه مختصات حرکت کنه. مووم رو بر میدارم، از قسمت وسط میارم میذارم پایین رینگم. همونطور که توی نمای پرسپکتیو میبینید دقیقاً این سطح مقطع وسط رینگ من قرار داره. حالا کافیه که بیام توی کرو ها طبقه دوم هلیکس رو انتخاب کنم. هلیکس از من اراوند کرو رو میخواد. کرو اصلیم رو در واقع رینگم رو انتخاب میکنم. پلنر و پروجکت هم باید خاموش باشه که به من اجازه رو بده. یه دونه از این هلیکس ها رو رسم میکنم. دوباره میام هلیکس رو انتخاب میکنم، اراوند کرو رینگ اصلیم و این قسمت روبرویش رو در واقع یه هلیکس رسم میکنم که به این شکل میشه. حالا کافیه بیام تو منوی سرفیس ها آیکون سویپ رو بزنم. سویپ 2 باید باشه چون ما 2 تا ریل داریم. فرست ریلمون رو انتخاب میکنیم، سکند ریلمون رو هم معرفی میکنیم و سطح مقطعمون که در واقع همون دایره هاست که ساختیم. با یک کلیک و اینتر کافیه که این رینگ طنابی خوشگل رو به شما میده. اما خب ما باید توی انگشتر رو خالی کنیم. از این نما که ببینید این قسمت دست رو اذیت میکنه. کافیه بریم توی منوی کاترز و آیکون کات تو فینگر ری رو بزنیم. با یه اینتر در واقع این قسمت داخل رینگ رو هم میبره. خطوط اضافی رو هم پاک میکنیم و در نهایت ما یه حلقه طنابی خیلی زیبا داریم که بسیار آسون و سریع طراحی شد.